بچه جین هم وقتی با جونکوک حرف میزنه باید حد خودش رو بدونه. ماجرا از این قراره که جین وقتی در برنامه هندسام گایز حضور پیدا کرد، در پاسخ به سوال درباره اینکه کدوم یک از اعضای BTS برای حضور در برنامه خوش‌تیپ‌تر هستن، جونکوک رو پیشنهاد داد و گفت که اون حتی خیلی هم خوب غذا میخوره. بعد مجری برنامه سانگبو گفت چون جونکوک یه سال ازش کوچیک‌تره پس میتونه با خیلی راحت خوب صداش کنه، یعنی کسی که از نظر سنی یا موقعیتی پایین‌تر از فرد دیگه است. جین هم فوراً جواب داد و گفت من که خودم از جونکوک بزرگترم جرئت نمی‌کنم بی احتیاط باهاش حرف بزنم چون آرمیا واقعا ترسناکه. انتشار این گفتگو واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. بخش قابل توجهی از آرمیا نگران و حتی دلشکسته شدن که جین به خاطر محافظه‌کاری طرفدارانش نمیتونه مثل قبل صریح و آزاد با جونکوک صحبت کنه. بعضیا هم گفتن واقعا ناراحت کننده است که جین میگه آرمیا ترسناکه. پس حتی خودش هم مراقبه که چطور با جونکوک حرف بزنه. جونکوکی خودش کسی که بزرگ شهر تا بهترین دوستش بشه. برخی کاربرا تاکید کردن که جین در واقع خواسته بوده به دیگران هشدار بده که نباید به جونکوک بی‌احترامی کنن. حتی اگه از اون بزرگتر باشن، جین نمیگه که از طرفدارای جونکوک میترسه. اون داشته به اون آقا هشدار میداده که فقط چون جونکوک ازش کوچیک‌تره نباید باهاش بی‌احتیاط رفتار کنه. جین در واقع داشته از جونکوک محافظت میکرده. نظر شما چیه؟